عنوان بحث ما هست مکانت و جایگاه و منزلت عایشه صدیقه رضی الله عنها، مادر مؤمنین، زوجه رسول الله صلی الله علیه و سلم، عایشه صدیقه طاهره مطهره طیبه چی جایگاه و چی منزلت داره در نزد اهل اسلام، در نزد مؤمنا، از دیدگاه قرآن و از دیدگاه حدیث. جایگاه از را باید بیان بکنیم، زیرا دشمنان اسلام حتی بر خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم رحم نکردند، زبان درازی در ساحت عایشه صدیقه رضی الله عنها کردند و از قدیم تا امروزه، از زمان منافقین تا امروزه این شبهه و این زبان درازی در حق عایشه صدیقه رضی الله عنها دامن زده میشه. لذا یک مؤمن باید بر بصیرت باشه، این مسائل را بداند، زیرا سلف امت میگفتن حب صحابه را برای اولادتان تعلیم بدید، مثل که قرآن کریم را تعلیم میدید، زیرا حب صحابه ایمان هست، محبت با صحابه ایمان هست و بغض با آنها علامه منافق بودن و بیدین بودن یک انسان را نشان میده. و صحابه کرام رضی الله عنهم اینها دروازه های دین هست، هر کسی که میخواد دین ما را از بین ببره صحابه را به ما یعنی بی قدر و بی اهمیت و کافر و بیدین نشان میده. لذا برنامه های که ضد صحابه هست، این برنامه ها چی از منکرین حدیث است و چی از روافض است، چی از مستشرقین هست، همه این برنامه ها به خاطر نابودی اسلام هست. لکن خود اسلام هم مستقیم تعرض نمیکنن، بلکه بر حراس یعنی نگهبانا یا پیرودارا یا راوی های اسلام یا دروازه های اسلام اینها حرکت میکنن. زیرا وقتی که صحابه مردمی غلط و باطل شوند، اینها خود ناقلین دین ما هستند، پس دین ما از طریق غلط نقل شده، پس دین از بیخ باطل و مردود میشه، نعوذ بالله. لذا مادر ما عایشه صدیقه رضی الله عنها را باید بشناسیم. عایشه صدیقه رضی الله عنها مختصر ذکر میکنیم. عایشه صدیقه رضی الله عنها از جمله کسانی هست که در حق اینها قرآن نازل شده، در طهارت و پاکی اینها قرآن نازل شده و یک شرف بسیار عظیم و بزرگ هست. حتی خود عایشه صدیقه یک زیاد متواضع بود، میگفت من این گمان را نداشتم که در طهارت ما، در پاک بودن ما قرآن نازل شود و این قرآن تا روز قیامت تلاوت شود، این در ذهنم نمی آمد، لکن اینکه الله عزوجل شرف را نصیبش کرد. ابن جزی رحمه الله در تفسیر التسهیل میگه که برأ عایشه من الافک بانزال القرآن فی شأنها، الله متعال براءت یزیره در قرآن کریم نازل کرد. وقد تضمنت هذه الآیات الغایة القصوى في الاعتناء بها. میگه در این آیات که دقت بکنی که الله خیلی توجه دقیق به حق عایشه صدیقه کرده، خیلی توجه دقیق کرده و الله عزوجل بسیار شدید از این دفاع کرده و بسیار عزت بزرگ براش داده و الکرامت لها و التشدید علی من قذفها و رد بسیار محکم کرده بر کسانی که عایشه صدیقه را نعوذ بالله متهم به زنا کردند. همچنان ابن کثیر رحمه الله میگه که من خصائصها، یکی از خصائص مادر مؤمنه عایشه صدیقه رضی الله عنها می هست که ان الله سبحانه برأها مما رماها به اهل الافک، الله متعال خودش پاکی از را بیان کرده از آن تهمتی که در حق ازی زده شده بود و الله عزوجل در پاک دامنی ازی آیات قرآن کریم را نازل کرده که این وحی هست یتلا، که وحی تلاوت میشه فی محارب المسلمین و صلواتهم الی یوم القیامه، در نمازها و در منبرها و در محرابها، در سینه قاریها، در مصحف های گپا نوشته شده. این خیلی الله عزوجل عظمت بزرگ به عایشه صدیقه داد که آیات متعددی در طهارت ازی در سوره نور نازل کرد. پس کسی که عایشه صدیقه رضی الله عنها را متهم به زنا میدانه، این آیات قرآن را کافر می باشه و کسی که آیات قرآن را کافر باشه بالاجماع از اسلام خارج میشه. لذا امام قرطبی رحمه الله میگه که اجمع علماء هذه الامه، علمای امت کلشان اجماع دارن بر اینکه کسی که عایشه صدیقه را نعوذ بالله متهم به زنا بدانه، این کافری خارج از ملت اسلام است، زیرا طهارت از خود قرآن آمده. وقتی توی زبان درازی میکنی تو با قرآن زبان درازی داری، لذا این شرف بسیار عظیم و بزرگ به عایشه صدیقه رضی الله عنها است. و دوم شرافت بزرگش است که الله عزوجل خودش امی خانم به نبی به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کرده و این را برایش نشان داده که میره بگی، یعنی ازدواج با ایام به امر الله عزوجل بوده. حدیثی هست که عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که رسول صلی الله علیه و سلم به من میگفت که اریتو کی فی المنام 3 لیال، ای عایشه من 3 شب تو را در خواب دیدم، جاءنی بیکی الملک فی سرقه من حریر، میگه ملک تو را می آورد در خواب، یعنی در بین یک ابریشم، و برای من میگفت که هذه امرأتک، اینمی خانم تو هست. میگه او را که باز میکردم میدیدم رویش فاذا انت هی، میدیدم که همون کس داخل ابریشم که ملک به من میاره در خواب همون تو هستی. فاقول، باز من میگفتم که یک هذا من عند الله یمضیه، اگر می خواب از نزد الله باشه ایر الله جاری میسازه. پس 3 شب رسول الله علیه و سلام این در خواب دیده و خواب انبیا علیهم السلام وحی است
و ما شما گپ را میدانیم، مثل که ابراهیم علیه السلام خواب دید که بچه تا ذبح بکو، رفت ذبح کرد و این قرآن ثابت است. پس خواب انبیا وحی است و حق است، لہذا ازدواج ازیان به امر الله عزوجل شده و در خواب برایش الله عزوجل نشان داده. همچنان از فضایلش هم است که رسول صلی الله علیه و سلم به زبان واضح و روشن گفته که عایشه تو زوجتی فی الجنه، عایشه خانمی ما هست در جنت. پس چه قسم یک انسان خود کافر میسازه که میای یک زن جنتی را در حق از او زبان درازی میکنه؟ عایشه تو زوجتی فی الجنه، عایشه خانمی ما است در جنت. رسول الله علیه و سلم میفرماید. و از فضائل یا از مناقب و جایگاه و منزلت عایشه صدیقه است که محبوب ترین انسان ها به رسول الله علیه السلام بود. اگر نعوذ بالله انسانی بدی می بود، انسانی خوبی نمی بود، پس نبی اسلام چطور یک انسانی بدی را زیاد دوست داشته باشه؟ نعوذ بالله من ذلک. پس ببینید حدیث را داریم، عمرو بن العاص میگه که آمدم پیش رسول الله علیه و سلام، گفتم که یا رسول الله ای الناس احب الیک، کی را خیلی زیاد دوست داری؟ میگه گفت که عایشه هست. عایشه را از کل یک زیاد دوست دارم. ای عمرو بن العاص رضی الله عنه میگه پرسیدم گفتم که فمن الرجال، در بین مردا کی را زیاد دوست داری؟ قال گفت که ابوها، پدر عایشه را زیاد دوست دارم. پدر عایشه که ابوبکر صدیق رضی الله عنه است. و یگان گپای شد در خانه ام سلمه رضی الله عنها کدام چیزی گفت، نبی صلی الله علیه و سلم برای ام سلمه میگه که لا تؤذینی فی عایشه، درباره عایشه مرا آزار نده، درباره عایشه چیز نگو که من جگرخون میشم. فانه والله ما نزل علی الوحی فی لحاف امرأة منکن غیرها، زیرا قسم بالله که در لحاف هیچ یکی از خانم ها من نبودم که وحی می آمد مگر عایشه. یعنی ما در لحاف عایشه بودیم و وحی بالای من نازل شده. یعنی خود نبی علیه السلام این امیر یک شرف با عایشه صدیقه میدانست که یعنی حتی ایره الله عز وجل، یعنی جبریل را در وقتی که نبی علیه السلام در لحاف کدام خانم خود بوده، جبریل را روان نمیکرد مگر اینکه در لحاف عایشه صدیقه نبی علیه السلام بود و وحی نازل شده. و خود رسول الله صلی الله علیه و یک شرافت برای عایشه صدیقه رضی الله عنها بیان میکرد. همچنان عایشه صدیقه کسی هست که جبریل علیه السلام میایه برای او سلام میده، جبریل علیه السلام برایش سلام میده. در حدیث صحیح داریم که رسول صلی الله علیه و سلم برای عایشه صدیقه میگه که یا عایش، ای عایشه، نامش عایشه نمیگه یا عایش، حرف تیش حذف میکنه از برای محبت، یا عایش. عایش هذا جبریل یقرئک السلام، این جبریل است آمده به تو سلام میده. فقلت، میگم ما در جواب جبریل گفتم که و علیه السلام و رحمت الله و برکاته، سلام بر خودش باشه، رحمت و برکات الله بر خودشان باشه. ترى ما لا ارى، یا رسول الله تو چیزی را میبینی که ما نمیبینیم. نووی در زیر این حدیث میگه که فیه فضیلة ظاهرة لعایشه، این فضیلت بسیار واضح و آشکار است در حق عایشه صدیقه رضی الله عنها. همچنان عایشه صدیقه کسی هست که رسول صلی الله علیه و سلم در هر وقت یعنی دوست داشت که در خانه عزیز زودتر نوبتش برسه. این شرف است برای عایشه صدیقه. یعنی نبی صلی الله علیه و سلم حتی در مریضی وفات خود میگفت که نوبت ما خانه کی است، نوبت ما خانه کی است، یعنی مید پالید نوبت عایشه صدیقه رضی الله عنها را. یعنی چه وقت خانه عایشه صدیقه میرسیم، بلکه از خانمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه میگیره که من اگر شما راضی باشید که من مریضی خود در خانه عایشه صدیقه رضی الله عنها تیر بکنم. و رسول الله علیه و سلم در بغل عایشه صدیقه وفات میکنه، سرش در آغوش نبی عایشه صدیقه رضی الله عنها است. عایشه صدیقه شرف را خودش بیان میکنه، میگه فلما کان یومی قبضه الله بین سحری و نحری، الله متعال پیامبر خود را قبض روح کرد در حالی که در بغل ما در آغوش ما سرش در آغوش ما بود. لہذا این یک شرف برای عایشه صدیقه رضی الله عنها است که نبی صلی الله علیه و سلم پرسان میکرد که این انا غدا، این انا غدا، فردا نوبتم کجاست، فردا نوبتم کجاست. یعنی هدفش بود که نوبتم چه وقت به خانه عایشه صدیقه رضی الله عنها میرسه. و آخرین لحظاتی که حتی عایشه صدیقه برای رسول صلی الله علیه و سلم مسواک را میده و آب دهن نبی علیه السلام و آب دهن عایشه صدیقه مخلوط میشه، زیرا مسواک را عایشه صدیقه به دهن خود نرم میسازه و آماده بر رسول الله علیه السلام میسازه. ببین میگه فجمع الله بین ریق و ریقه، الله متعال بین آب دهن ما و آب دهن پیامبر میگه جمع کرد فی آخر یوم من الدنیا، در آخرین روز دنیا، و اول یوم من الاخره، و در اولین روز آخرت. این شرافت های عایشه صدیقه رضی الله عنها است. بلکه رسول صلی الله علیه و سلم درباره عایشه صدیقه میگه که فضل عایشه علی النساء كفضل الثرید علی سایر الطعام، فضل عایشه، برتریت عایشه بر دیگر خانما به مثل فضیلت ثرید. ثرید آن مردم شما شروع میگه، لکن ثرید آن طعامی را میگه که گوشت و نان میده میکنی، خب خردک خردک میکنی، کل شب باز میخوری، یک جا گوشت و نان میده میکنی، این را ثرید میگه. فضل عایشه بر دیگر خانما به مثل فضیلت اینمی طعام ثرید بر دیگر طعام هاست. یعنی طعام ثرید بر دیگر طعام ها خیلی فضیلت داره، لذت داره، مردم را دوست داره، گوشت با نان میده کنن، خردک خردک و بسیار لذیذ می باشه. پس فضیلت عایشه صدیقه رضی الله عنها نهایت زیاد هست. احادیث زیادی در این رابطه داریم. امام الذهبی در سیر اعلام النبلا و دیگر محدثین اسلام در بخاری و مسلم و در کل کتب روایت شده. لہذا دوست نداره عایشه را مگر مؤمنه
و بغض نداره با عایشه مگر منافقا. کسی برایش گفت که یک کسی هست میگه که عایشه مادر ما نیست، عایشه صدیقه گفت راست میگه، من مادر منافقین نیستم، من مادر مؤمنین هستم. و این شرف عظیم و بزرگ الله در قرآن ثابت کرده برایش که الله عزوجل به پیامبر میگه که ازواج ازی امهات مؤمنین هست. پس کسی که مؤمن است زن پیامبر مادرش است، اما کسی که زن پیامبر مادرش نیست پس او مؤمن نیست، زیرا الله متعال میگه که ازواج پیامبر امهات مؤمنین میباشد. پس کسی که میگه عایشه مادر ما نیست یقینا این نفر از جمله مؤمنین نیست. و این اجماع هست، این گپ اجماعی هست که کسی که در ساحت عایشه صدیقه رضی الله عنها زبان درازی کنه این از اسلام خارج میشه. پس شما ببینید یک قوم بدبختی که به نام شیعه، به نام روافض مشهور هستند، این قوم بدبخت هیچ کتابی از کتب اعتقادی از یا نیست مگر اینکه عایشه صدیقه را زناکار میگن، بلکه در بعضی از کتبشان این بدبختان نوشته کردن که منظور از کلمه فاحشه که در قرآن و سنت استعمال میشه خود عایشه صدیقه رضی الله عنها است. نعوذ بالله من ذلک. پس کسی که بازم میگه اینا شیعه ها برادرای ما هستند، پس این بدبخت است. یک کسی که اگر مادر خودت دشنام بده میگه ما با تو دشمن هستم، مادر خودت اگر کسی زناکار بگوید، وقتی که مادر کل مؤمنین را زناکار میگه، کسی را که الله پاکش نازل کرده او را زناکار میگه، زن پیامبرت زناکار میگه، باز تو میگی برادرم است. هیچ ابدا برادر ما نیستند، بلکه اینها دشمنان اسلام هستند و دشمنان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. خب این بحث به خاطر مطرح کردیم، به خاطر یک شبهه را وارد کردن، یکی از رافضی ها یک شبهه را وارد کردن که در شبهه شانی گپ ذکر شده که عایشه صدیقه رضی الله عنها از نامحرم صدر و پرده نمیکرد، نعوذ بالله من ذلک، و در پیش روی نامحرم غسل میکرد و در پیش روی نامحرم وضو میگرفت. و در این رابطه دو روایت را ذکر کردن. یک روایت درباره غسل است که خارزاده عایشه صدیقه رضی الله عنها و با برادرزاده رضاعیشان آمدن از عایشه صدیقه پرسیدن که غسل نبی علیه السلام چه قسم بود. عایشه صدیقه رضی الله عنها غسل کرد و یا را نشان داد، یعنی غسل کردن را نشان داد. پشت پرده عایشه صدیقه غسل میکرد و برای جا نشان میداد که اینالی او انداختم به سرم، اینالی به دستایم، اینالی دستای خودش شستم و اینالی 3 بار به سرم. یعنی مثلا اگر دستش معلوم شوه برای یک خواهر، دستش برای برادرش معلوم شوه یا یک عمه به برادرزادش معلوم شوه، خوش مشکل نیست، اما پرده را داخل پرده و داخل حجاب عایشه صدیقه رضی الله عنها غسل کرده. یکی خو این شبهه است که این خو واضح است که دو نفری که در اونجا آمدن پرسیدن هر دوش از محارم شرعی عایشه صدیقه بودند، شاگردای عمومی نبودند، از محارم شرعی، برادرزاده خواهرزاده از محارم شرعی است، لہذا عایشه صدیقه برای ازا. اما در رابطه با روایت دوم که ذکر میکنن که در این روایت آمده که عایشه صدیقه رضی الله عنها وضو را تعلیم داد به یک تن از غلام ها، یک تن از غلام ها بود و نزد عایشه صدیقه آمد و عایشه صدیقه رضی الله عنها برایش وضو را تعلیم داد. لکن امی غلام روز دیگه آمد و به پیش عایشه صدیقه رضی الله عنها نشست، گفت که به من دعا بکن ای مادر مومنه، دعای برکت. عایشه صدیقه فرمود که به خاطر چی گپ شده؟ گفت اعتقنی الله، الله مرا آزاد کرده، مرا الله متعال از غلامی آزاد کرده. وقتی که گپ را گفت عاجل میگه چی کار کرد عایشه صدیقه؟ میگه بارک الله لك، دعا کرد، گفت الله برکت بده و ارخت الحجاب دونی، عاجل بلند شد و از ما دیگه از او بابات پرده کرد، از او بابات حجاب کرد. فلم اراها بعد ذلك اليوم، ما بعد از دیگه هرگز را ندیدم. یعنی عایشه صدیقه رضی الله عنها از این غلام پرده حجاب نمیکرد، زیرا در قرآن کریم آمده او ما ملکت ایمانهن، او ما ملکت ایمانهن، یعنی از ظاهری آیه تو معلوم میشه که از غلام صدر و پرده لازم و ضروری نیست، از غلامش یک زن یعنی لازم نیست که صدر و پرده بکنه. نظر به این آیت قرآن کریم عایشه صدیقه رضی الله عنها از این غلام که نام غلام چی است؟ ابی عبدالله سالمی سبلان، ابی عبدالله سالم سبلان این غلام بود و عایشه صدیقه پرده زینه میکرد، بله همراهش می نشست، یعنی مثل که یک دو نفر با هم میشینه و یک صحبت استاد و شاگرد دوری. لکن وقتی که از غلامی آزاد شد بعد از او دیگه عایشه صدیقه رضی الله عنها به کلی از این پرده کرد و حجاب کرد و این در کدام طعنه بر عایشه صدیقه رضی الله عنها نیست، بلکه گپ واضح است. حتی سلیمان بن یسار میگه که ما اجازه گرفتم که پیش عایشه صدیقه رضی الله عنها برم، میگه گفت که کی هستی؟ گفتم سلیمان هستم. میگه گفت که کم بقی علیک من مکاتبتک، میگه گفت چه وقت دیگه مانده که تو یعنی غلام میباشی؟ گفت یک کمی مانده، 10 اواق، اندازی 10 اواق مانده که بدم بعد از او آزاد میشم. میگه به من گفت خی بیا، ولی که فعلا تا هنوز که تو غلام هستی بیا داخل شو، او فانک عبد ما بقی علیک درهم، تا زمانی که 1 درهم هم سرت باشد تو غلام گفته میشی. و اینا براش حدیث گفت و حدیث براش بیان کرد. لکن وقتی که آزاد شد باز بعد از او عایشه صدیقه رضی الله عنها به کلی از اینها ستر و پرده را رعایت میکرد. و دویم گپی که همین قصه که در رافضی نقل کرده در بعضی کتابایشان در سند از این شخصی به نام عبدالملک بن مروان بن الحارث است.
عبدالملک ابن مروان ابن الحارث و قراوی قابل قبول نیست. لحاظ ابن حجر اسقلانی میگه که مقبول من السادسه، از طبقه ششم است و مقبول هست، به درجه یعنی ثقه و ثبت نیست، درجهش کمی پایین تر است، لحاظا یک مشکل سندی داره. و دوم بحثی که در کتب خود روافض دیگه آمده که یک زن را میتونه که غلامش ببینه، در زیاد کتبشان گپ آمده، یعنی گپی نیست که مثلا در کتاب الحدائق الناظره و در کتاب مستند الشیعه و در کتاب دیگرشان به نام کافی کلینی وسایل شیعه حر عاملی که نوشته کرده، در کلی کتاباشان گپ آمده که یعنی یک زن میتونه که ورکی ببینه، یعنی غلام ببینه اینا جایز میدانن. لحاظا ای که اینها اعتراض بر عایشه صدیقه رضی الله عنها کردن، اعتراضشان غلط است. ببین ما کتابی را به شما که نام گرفتم در جمعه که از ابی عبدالله پرسان شد که المملوک یرا شعر مولاته و ساقها، اگر یک غلام ببینه موی همو زنی که او سیدش است، بادارش است، یا ساقش ببینه، بند دستش ببینه، چه حکم داره؟ قال گفت لا بأس، اشکالی نداره. این سخن را اینها در کتاب الحدائق ذکر کردن. لحاظا گپ نیست که سر اهل سنت می اندازن که چرا عایشه صدیقه کار کرده. عایشه صدیقه یک معلم و مربی بود و یک زن پاک دامن و معروف بود، زن پیامبر بود، مادر کل مؤمنا بود. مؤمنا می آمدن پیش حدیث یاد می گرفتن، خصوصا محارمش، خصوصا که آنها برادر زاده های یا خواهر زاده های رضایش بودن و یا که غلام می بودن، از غلام پرده و حجاب نمی کردن و بعد از اینکه غلامیشان خلاص می شد باز عایشه صدیقه از آنها حجاب می کرد. خب شبهه